پس از یه روز پرهیاهو خواستم برم خونه. ترافیک تهران واقعا کشنده است. معمولا اولاش خوبه. نه آقا شما بفرما. ولی کم 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 رو درواسی رو کنار میذاریم و اون چهره غیر دوستانمون نمایان میشه. مرتی کش. خلاصه 1 ساعت خورده آینده به بد و بیراه گفتن من به بقیه و بقیه به من سپری شد و رسیدم خونه. خسته و نالان و پوکیده میخواستم یه دست و روی آب بزنم و شوخ هستم بزودایم که دیدم آب قطعه. رفتم پای سیستم و پی شماره اعلانات آب و همین که پیداش کردم اینترنت مودم قطع شد. محلش ندادم و تیز رفتم تلفن ثابت رو برداشتم که تماس بگیرم. تو دل کار بودم که تلفن ثابتم قطع شد و از کار افتاد. برای سیم کارت بسته گرفتم که برم قطعی تلفن و اینترنت رو تو سامانه گزارش بدم و بعد برم سراغ قطعی آبو. داشتم با حرارت هرچی تمامتر و کلی که هر لحظه رو به خرابتر شدن پیش میرفت کلمات آب کشیده و نکشیده رو پشتم قطار میکردم که به ناگه برق قطع شد. اینو کلا ولش کردم و زنگ زدم شرکت برق. منتظر موندم. یه چند تا پیامک برام اومد که همه رو نخونده زدم بره کنار و چند دقیقه نگذشته بود که تلفن قطع شد. بررسی کردم دیدم بین پیامک‌ها پیامک شارژ کمتر از 1000 تومان اومده بود و توی تاریکی به نقطه نامعلوم زل زدم. یعنی بالاتر از این سیاهی هم رنگی هست.